الرحیم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سلام عرض میکنم خدمت همه شما عزیزان، مهربانان، بینندگان گرامی و دوستداران قرآن کریم. الله رو سپاس به خاطر نعمت قرآن، به خاطر فرصتی که در اختیار ما قرار داد تا به همراه احمد و عبدالله و فرید و محمد عزیز در خدمت شما باشیم با یک دیگر از برنامه‌های تلاوت قرآن کریم، برنامه روحانی قرآن. چقدر زیباست و چقدر دلانگیز اون جمعی که به خاطر قرآن کریم گرد هم بیان. چقدر زیباست گام هایی که انسان برمی‌داره در راه رفتن به سمت کلام الله مجید، وقتی که انسان صرف میکنه برای یادگیری قرآن کریم. چه جمع زیبایی این جمع ما، جمعی که در این لحظه همه ما رو گرد هم آورد تا به خاطر قرآن کریم، به خاطر این کلام پاک و کلام گوهربار و زیبا در کنار هم جمع بشیم در لحظاتی که شاید خیلی ها به سرگرمی های مشغولن، به تجارت های خودشون مشغولن، به زندگی خودشون مشغولن، به تفریحات خودشون مشغولن. ما و شما رو الله تعالی این توفیق رو داد، این منت رو بر ما گذاشت، این افتخار رو نصیب کرد، برگزید، انتخاب کرد، منت گذاشت و با فضل رحمت خودش تا در کنار کلامش جمع بشیم، تا در کنار مقدسترین شیء در دین مبین اسلام و در تمام ادیان آسمانی در کنار رحلش جمع بشیم به خاطر یادگیری قرآن کریم. بدون شک هیچ چیزی نزد الله تعالی از قرآن کریم ارزشمندتر نیست، از کلام پاکش، از اون کلامی که برای بشر فرستاده تا زندگی کردن رو به اونها یاد بده، تا با این کلامش اونها رو به خودش وصل کنه، تا با این کلامش در زندگی آرامش داشته باشن. و چه زیباست جمع هایی که به خاطر قرآن کنار هم میان و جمعی که یقینا فرشتگان همه این جمع رو در بر میگیره. چند میلیون نفر در یک کلاس روحانی قرآن کریم با هم شریک شدیم تا صفحات دیگر از کلام الله مجید رو به همراه شما عزیزان شروع بکنیم به روحانی. در برنامه گذشته تا پایان آیه 16 از سوره مبارکه بقره پیش رفتیم. از ابتدای سوره بقره آغاز کردیم. عزیزانی که با ما از ابتدای مسیر همراه بودن میدونن که ما قواعد اولیه روحانی کلام الله مجید رو در قسمت‌های گذشته در ابتدا شروع کردیم. حدود 7-8 قسمت اول ما قواعد اولیه روحانی رو گفتیم و تمام کردیم و در 2-3 برنامه است که ما شروع کردیم روحانی کلام الله مجید رو از ابتدا و حرف به حرف به همراه شما عزیزان داریم پیش میریم. برنامه ما 2 بخش داره. بخش اول تعلیم و تمرین آن چیزی است که از قواعد کلام الله مجید در بحث روحانی یاد گرفتیم و صفحاتی رو ان شاء الله امیدواریم امروز بتونیم 2 صفحه رو به همراه شما عزیزان مرور بکنیم روحانی اون رو و در بخش دوم هم ان شاء الله تماس‌های شما عزیزان رو خواهیم داشت و باز اون موقع صحبت خواهیم کرد که در چه بخشی مشارکت خواهید کرد تا شما ان شاء الله آمادگی کامل رو دارید، آمادگی بیشتری داشته باشید برای شروع تلاوت از آیه 17 از ابتدای سوره مبارکه بقره. میان برنامه کوتاه میبریم، برمیگردیم از ابتدای آیه 17 شروع میکنیم به همراه شما عزیزان روحانی رو ادامه میدیم. هدي الحبيب يقودني وبنوره تصفو الحياة. قد سار في
أشراف تقى قوموا إلى الدرب المضيء نسمو ونرقى في علاها ونعانق العيش. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند هیچ گروهی در خانه از خانه‌های الله گرد هم نمی آیند و به قرائت قرآن و تعلیم آن مشغول نمی شوند مگر این که آرامش بر آنها فرود می آید و رحمت الهی آنها را در بر می گیرد و ملائکه آنها را احاطه می کنند و الله متعال در جمع کسانی که نزد او هستند از آنها به نیکی یاد می کند. قوموا إلى الدرب المضيء نسمو ونرقى في علاها ونعانق العيش الهني نحيا ونرشف من شذا نحيا ونرشف من شذا هدي الحبيب يقودني وبنوره تصفو الحياة. از اون جمعی قرار بده که در نزد خودت از اونها یاد میکنی پیش کسانی که مقربن به درگاه تو، پیش فرشتگان بزرگوارت. اسم ما رو پیش جبرئیلت هم ذکر بکن، اسم ما رو پیش میکائیل و اسرافیل هم یاد کن. چقدر زیباست وقتی که اسم انسان، اسم قاری قرآن، اسم کسی که در راه یادگیری قرآن تلاش میکنه، زحمت میکشه، در آسمان ها گرفته میشه. چقدر زیباست وقتی که پادشاه عالم اسم انسانی رو، بنده ای رو در پیش فرشتگان مقرب خودش، ملائکه مقرب خودش یاد بکنه. و انشاءالله یقینا همه ما از اون جمعی خواهیم بود که انشاءالله الله تعالی ما رو در نزد خودش یاد بکنه، چون که فقط به خاطر یادگیری کلامش گرده هم آمدیم. در آیه 17 سوره مبارکه بقره به همراه شما عزیزان شروع میکنیم روحانی خودمون رو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. مثلهم، من فقط حرفا رو یک بار مسئله اول قواعد رو معرفی میکنم، بعد یک بار که معرفی کردم دیگه تکرارش نمیکنم که فقط تکرار شده باشه، تمرین شده باشه برای گذشته. مثلهم، ما اینجا روی میم، علامت میم دقت کنید، روی یک علامت میم فتحه داریم. این فتحه هست، ما این فتحه هست. گفتیم هر جا روی حرفی فتحه قرار بگیره صدای ا میگیره. ما ث لو، این علامت ضمه است، روی هر حرفی قرار بگیره صدای او میگیره. او مثلو هم. میم اینجا این علامت ساکنه، هر حرفی که روش این علامت قرار گرفت این حرف به همراه آخرین حرکت ما قبل خونده میشه، به همراه آخرین حرکت ما قبل، حرکت ما قبل خودش که ضمه هست. اینجا همی چسبه به میم، اینجوری تلفظ میشه هم. مثلهم، دقت کنین هر حرفی که ساکن هست رو حرکت ندید. اینجا همه نشه، هم اینجوری نشه. بعضی عزیزان اینجوری تلفظ میکنن هم، میم باز یک حرکت پیدا میکنه. مثلهم کمثل، این لام این کسره هست، این علامت کسره هست، یا زیر هم بهش میگن، علامت فتحه رو زبر هم میگن، علامت ضمه رو پیش هم میگن. این علامت کسره زیر هر حرفی که یاد قرار بگیری یا همون زیر این صدای ا میگیره. کمثل، دقت بکنید این حرفا رو که فتحه کسره و ضمه زیاد کشیده نشه. ا او. برگردیم. کمثل، این الف گفتیم این علامت صاد نشانه چه؟ این صاد کوچیکی که میبینید نشانه صاده، این اکس کله صاد انگار، و این الف رو بهش میگیم الف وصل. در هنگام وصل این علامت نشانه اینه که در هنگام وصل یعنی قبل و بعدش وقتی به هم وصل بشن خونده نمیشه. هر وقت این در وسط قرار گرفت این الف در ابتدا باشه خونده میشه، اما وقتی که در وسط جمله است هیچ وقت خونده نمیشه. این علامت تشدیده و گفتیم تشدید یعنی اینکه این حرف زیرش دو تا است، دو بار تکرار شده. یک بار این لام
اینجا لامه، هر جایی که باشه همون حرفی که زیرش هست دو تاست در است. یک بار ساکن هست، یک بار حرکت داره، اون حرکتی که بالا یا زیر تشدید قرار میگیره. این لام الان اینجا دو تا لامه، یک لام ساکن است و یک لام فتحه دار. لام ساکن مثل این میم ساکنی که اینجا به همراه ما قبل خونده شد، باید با همراه آخرین حرکت ما قبل خونده بشه. حرکت ما قبل اینجا چیه؟ الف که حرکت نداره، لام ما قبلش اینجا حرکت داره. این لام میچسبه به این، یک دفعه یک بار تشدید به همراه ما قبل خونده میشه، یک بار خودش تنها به همراه فتحه. چطور میشه؟ میشه کمثل، یک بار اینجوری میاد کمثل الذی، کمثل ل، کمثل الذی. این علامت کسره هر وقت بعد از کسره یا قرار بگیره، هر وقت بعد از کسره حرف یا بیاد دیگه این کسره کشیده میشه، کمی صدای ای میگیره. این میشه کمثل الذی، کمثل الذی. روی لام زیاد وصل نیستید، وقف کن نکنید، سریع رد بشید. کمثل الذی، کمثل الذی، مثلهم کمثل الذی. خب اینجا الان این الف رو ما داریم که این الف در هنگام وصل خونده نمیشه، مثل این الف که اینجاست. این الف هر دو تا مثل هم. این سین ساکنه، نیاز به حرکت ما قبل داره، آخرین حرکت ما قبل. ببینید این حرکت نداره، یا هم حرکت نداره، آخرین حرکت ما قبل کسره است. ساکن همیشه به همراه آخرین حرکت ما قبل خونده میشه. این کسره میچسبه به سین، یعنی سین به همراه کسره زال تلفظ میشه. یعنی بعد چطور بشه؟ this، اینجا اینجوری خونده میشه this تا اینجا. حالا باز اینو با هم میخونیم this. این ت فتحه داره میشه تا. این واو ساکنه به همراه ما قبل خونده میشه تو، this تو قاده، this تو قاده تا اینجا. خب بریم از کلمه کمثله بخونیم یا از ابتدا بخونیم. مثلهم کمثل الذی، کمثل الذی، دقت کنید، کمثل الذی، کمثل الذی، کمثل الذی استوقد، مثلهم کمثل الذی استوقد. خب اینجا نه فتحه بعدش الف وقتی که بیاد صدای آ میگیره، نه پرم نمیشه، باریک خونده میشه. نه رن، نه رن، اینجا دقت کنید، نه رن. این الف اینجا خونده نمیشه، هیچ علامتی نداره. گفتیم حرف واو، الف، حروف ناخوانا رو اگر یادتون باشه ما 4 تا حرف معرفی کردیم. گفتیم واو، الف، لام و یا که سر هم نوشته بشه میشه والی. حروف والی یا همون حروف ناخوانا، این حروف اگر هیچ علامتی روی اینا قرار نگرفت خوانده نمیشن، هیچ علامتی روی اینا قرار نگرفت خوانده نمیشن. اینجا هم همین مسئله رو ما داریم، روی این الف هیچ علامتی قرار نگرفته. این رن، این تنوین انه، 2 تا تنوین، گهگدار اینا رو شیخ عثمان طاها نزدیکتر می‌نویسه، بعد بعضی وقتا فاصله داره. البته جایی که اخفا بشه به این شکل می‌نویسه، جایی که اظهار بشه، جایی که اخفا بشه اینطوری نوشته میشه، اظهار باشه باز نزدیکتر می‌نویسیم، بعداً بهش میرسیم. الان اینجا این کلمه نرن اگر سر هم بخونیم میشه نرن، نرن. ف لم میم تشدید داره، یک بار به همراه ما قبل خونده میشه، حرکت ما قبل، یک بار به تنهایی با حرکت که روی خودش داره فتحه. فلم فلم ما فتحه تشدید بعدش الف اومده میشه آ. صدای اون حرفی که فتحه داره بعدش الف بیاد، اون حرف، این حرف میم به همراه حرکت آ خونده میشه. و چون اینجا روی این آ یک مد هم هست، یعنی باید این علامت مد، یعنی باید کشیده بشه این حرف. این علامت مد فقط روی الف یا واو یا قرار میگیره، فقط الف یا واو یا جای دیگه علامت مد نمیاد. این علامت مد به این معناست که ما این الف رو باید بکشیم. یعنی چی؟ میشه چی؟ فلم فلما فلما فلما. اینو دقت کنید. روی اینکه اینجا
پر نمیشه. اگه یادتون باشه ما یه قاعده هم گفتیم که در 8 حرف صاد، اینا رو که انشاءالله نوشتید، اگه ننوشتید بنویسید، کم کم حفظ کنید اینا رو. اینا قاعده کلیه که در کل قرآن همینا تکرار میشه، چند قاعده بیشتر نیست، چند دور حفظ کنید انشاءالله تمام میشه. صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف و خا و را. یک بار دیگه: صاد، ضاد، تا، ظا، غین و قاف و خا و را. این 8 حرف رو ما بهش میگیم حروف مستعلیه یا استعلا. دهان در هنگامی که اینا اگر روی این 8 حرف الف قرار گرفت، بعد از اینها الف بود، یعنی روی اینها فتحه بود و بعدش الف بود، اینها آ خونده میشه. مثلا میشه چی؟ تا، یا میشه ظا، یا میشه مثلا ظا، یا خا، خب یا صا. اینا وقتی که آ داشته باشن دهان به سمت بالا باز میشه، دهن اینطور باز میشه، یعنی لبها به سمت بالا باز میشه، به سمت پهلو باز نمیشه. فرق میکنه اینها. مثلا در همین آیات، حالا اینجا کلمه نارا، ببینید اینجا کلمه نا نمیگیم نا، دهان به سمت بالا باز نمی کنیم، چون این نون از اون 8 حرف نیست. نون از اون 8 حرف نیست، میگیم نه. الان دهان به سمت بغل باز شده. نه. فرق چقدر ببینید. نه را، نه نا نشه. نه. روی این ره هم یک دقت بکنید. ما این تنوین اگر اینجا ما وقف کنیم، الان اگر ما قصد داشته باشیم روی این تنوین وقف کنیم، چطور میخونیم این رو؟ ما گفتیم که در هنگام وقف قاعده کلی در هنگام وقف این هست که شما هر جا که وقف میکنین حرف آخر ساکن میشه. حرف آخر ساکن میشه بجز تنوین ان. مثل همینجا تنوین ان هر وقت که وقف کنید دیگه ساکن نمیشه، صدای آ میگیره. مثلا برگردیم اینجا نارن در هنگام وصل کردن نارن خونده میشه، این نارن. اما اگر اینجا وصل نکنیم، وقف کنیم، یعنی وایستیم، آخر تلاوت ما باشه، مثلا بگیم مثلهم کمثل الذی استوقد نارن، حالا نخواهیم ادامه بدیم، همینجا وایستیم دیگه، نمیگیم نارن، میگیم نارا. اینا صدای آ میگیره. اینجا دیگه این تنوینی که نشان بود هست میشه، این خود به خود فتحه بعدش الف صدای آ میگیره، میشه چی؟ را. و چون را از اون 8 حرفی که الان ذکر کردم گفتم حروف مستعلیه هستن، را وقتی که بعدش الف قرار بگیره دیگه نمیشه نه را. در نا دقت کنید، در نا مثلا الان دهوی تلفظ دقت کنید، نه دهان این طرف باز میشه، اما در را دهان به سمت بالا باز میشه. نه را. اگر وقف کنیم، اگر روی کلمه نارن وقف کنیم میشه نه را. بخونیم باز اول با هم تا اینجا آیه رو. مثلهم کمثل الذی استوقد نارا. اینجا در هنگام وقف اگر ما اینجا بیستیم، اما اگر خواسته باشیم ادامه بدیم میشه مثلهم کمثل الذی استوقد نارا فلما. خب ادامهش وا، اینجا هم فتحه بعدش الف آمده و اون الف هم مد داره، یعنی بعد این رو بکشیم. و چون ضاد یکی از اون 8 حرفیه که من گفتم مستعلی است یا استعلا داره یا پر خونده میشه به بیان ساده تر، دهان به سمت بالا باز میشه. میشه چی؟ اضا. نگین اضا، دهان به سمت بالا باز میشه. اضاءت، این ت ساکنه به همراه ما قبل خونده میشه. اضاءت فلما اضاءت ما حوله. اینجا این ه ضمه داره، بعد از ضمه یک واو کوچک اینجا اومده. چون این واو کوچک اینجا ذکر شده، ما الان در اینجا این صدا دیگه گفتیم هر وقت بعد از ضمه یک واو بیاد صدای او میگیره، دیگه نمیشه او، میشه او، یک کمی بیشتر میکشه. میشه چی؟ اینجا میشه حوله.
لهو لهو نمیشه لهو. اگر این واو نبود میشد چی؟ لهو. اما این واو چون اومده کمک میکنه این واو این ضمه بیشتر کشیده میشه، هم صدا میشه چی؟ لهو لهو حو لهو ما حو لهو. خب بریم خط بعدی. ذهب، الف لفظ جلاله خونده نمیشه. این لام اول لفظ جلاله هم هیچ علامتی نداره، خونده نمیشه. این لام دوم تشدید داره، به کمک آخرین حرکت ما قبل خونده میشه. آخرین حرکت چیه؟ این لام که حرکت نداره، الف حرکت نداره، این فتحه هست، فتحه میچسبه به این لام. خب لفظ جلاله هم گفتیم وقتی که قبل از لفظ جلاله الله فتحه باشه یا ضمه باشه اون موقع لفظ جلاله پر خونده میشه. لفظ جلاله دهان به سمت بالا باز میشه. چی میشه؟ ذهب الله، ذهب الله. نمیگیم ذهب الله، ذهب الله نمیشه، ذهب الله. هر وقت قبل از لفظ جلاله حرکت قبلش فتحه باشه یا ضمه باشه لفظ جلاله پر خونده میشه. اگر کسره باشه مثلا بالله موقع دیگه پر خونده نمیشه، موقع دهان به سمت چپ و راست باز میشه به جای اینکه به سمت بالا و پایین باز میشه. ذهب الله، ذهب الله بنو، ضمه بعدش واو اومده صدای او میده، بنورهم، بنورهم، بنورهم و ترکهم، ترکهم، ترکهم. ذهب الله بنورهم و ترکهم فی، بعد از کسره یا اومده صدای ای میگیره، فی ذو لو، بعد از فتحه اینجا آ الف اومده اینجا میشه آ. میم هم از اون 8 حرف صاد، ضاد، تا، ظا، غین و قاف و خا و را نیست، پس دهان به سمت بالا باز نمیشه، به سمت بغل باز میشه، پر نمیشه. میشه چی؟ ظلماتین، اینجا تنوین ان است، تین، ظلماتین تا اینجا، ظلماتین. اگر اینجا وقف کنیم چی میشه؟ روی این کلمه اگر وقف کنیم میشه فی ظلمات، ت اینجا ساکن میشه، اینجا ت ساکن میشه. یک فرق بین این تنوین اینجا و این تنوین بالا در نارا هست. تنوین ان وقتی که وقف میکردیم نار نمیشد، نارا میشد، اما تنوین ان سکون میشه، فقط میشه چی؟ فی ظلمات. نگین ظلمات، این پرخونده نمیشه، میم هیچ وقت پرخونده نمیشه. فی ظلمات اگر وقف کنیم. اما اگر وصل کنیم که اینجا باید وصل کنیم چطور میشه؟ اینجا بعد از تنوین ظلماتن یا همون نون ساکن، گفتیم که تنوین نشان از یک نون ساکن داره دیگه، به خاطر هم بهش میگن تنوین. بعد از یک نون بوده که اون نون رو حذف کردن، به جاش یک حرکت اضافی این زیر گذاشتن تا نشان از اون نون حذف شده داشته باشه، همون تنوین. هر وقت یک قاعده کلی خدمتتون گفتیم که بعد از تنوین یا نون ساکن هر وقت یکی از حروف یرملون بیاد مثل این لامی که اینجاست. یادتونه هست در برنامه گذشته گفتیم این رو خدمت شما عزیزان که هر وقت بعد از تنوین یا نون ساکن یکی از حروف یرملون بیاد، یا، را، میم، لام، واو، نون، که اگر این 6 تا حرف سر هم نوشته بشه میشه یرملون. اینو انشالله یرملون تو ذهنتون باشه کافیه. یکی از حروف یرملون هر وقت بعد از نون ساکن یا تنوین که همان نون ساکنه، یک شکل دیگری از نون ساکنه، هر وقت بعد از تنوین یا همون نون ساکن، بعد از نون ساکن یا تنوین که یکی از اشکال نون ساکنه، یکی از حروف یرملون آمد، یا، را، میم، لام، واو، نون، اون تنوین یا نون ساکن تبدیل میشه به حرف ما بعدش در هنگام تلفظ و تلاوت. اون تنوین یا نون ساکن تبدیل میشه به حرف ما بعد و خودش خونده نمیشه. حالا حرف ما بعد هر چی باشه، اگه یا باشه میشه ی، اگه را باشه میشه ر، اگه میم باشه یا لام باشه یا واو باشه یا نون، هر کدوم از اینا که باشه نون تبدیل میشه به اون حرف و اون حرف بعدی تشدید میکنه. در این مثال، مثلا در مثالی که خودمون الان داریم، ظلماتن، اینجا این تنوین تن بعد از تنوین لام آمده. لام یکی از حروف یرملونه. لام
یکی از حروف یرملونه. چه اتفاقی افتاده؟ اینجا این تنوین تبدیل شده به حرف مابعد، به این لام تشدید گرفته. این تشدید به خاطر تبدیل این تنوین به حرف مابعد. اینجا چطور تلفظ میکنیم؟ اینجا تشدید این قاعدهش، اما تلفظش ساده است، زیاد نیاز بدون قاعده میشه اینو راحت تلفظ کرد. این لام تشدید داره، نیاز به حرکت ما قبل داره، آخرین حرکت ما قبل. ظلماتن، نون که کلا هست شده تبدیل شده به این لام، این کسره اینجا رو میچسبونیم به چی میشه؟ فی ظلمات تل، این کسره اول، این که همون نشان از نون بود، این نون خود به خود اینجا هست شده این لام. این تل، فی ظلمات تل، دقت کنید این یک بار ت میچسبه به لام، بعد یک بارم لام با فتحه باید خونده بشه و چون بعد از فتحه الف قرار گرفته، باز هر وقت بعد از فتحه الف قرار گرفت صدای آ میده، میشه چی؟ لا. ظلمات لا، فی ظلمات لا یب سرو، یب اینجا به ساکن به همراه یا خوانده میشه، یب سرو، واو بعدش زمه بعدش واو قرار گرفته، صدای او میده، یب سرون. نون در آخر چون وقف میکنیم روش ساکن میشه، اگر وصل کنیم فتحه خونده میشه، اما در هنگام وقف فتحه خونده نمیشه، ساکن میشه. چطور شد؟ از اینجا برگردیم. فی ظلمات لا یبصرون، فی ظلمات لا یبصرون، فی ظلمات لا یبصرون. خب اینو یک بار دیگه این آیه رو از اول بخونیم. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، اگر اینجا وایسته میشه چی؟ كمثل الذي استوقد نارا، اگر وقف کنیم. اگر وقف نکردیم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. این نون در هنگام وقف دقت کنید که در هنگام وقف نون حرکت پیدا نکنه. لا یبصرون، اینجوری نشه لا یبصرون، بعضی اینجوری میکنن، قلقلش میکنن یا حرکت بهش میدن. لا یبصرون. خب بریم آیه بعدی. اینجا میم تشدید داره، این میم تشدید داره، یعنی که یک بار باید به همراه ما قلب خونده بشه، سم یک بارم به همراه این باید خونده بشه، تنوین حرف کرد خودش، سمو. این میم سمون بوده، این در اصل تنوین بوده، سمون بوده. بعد از میم چی قرار گرفته؟ ببینیم خط بعدی چیه. بعد از میم اینجا یک ب قرار گرفته. یادتون باشه که اگر یادتون باشه ما یک قاعده دیگه هم گفتیم در برنامه گذشته، گفتیم که هر وقت بعد از نون ساکن یا تنوین، دو تا قاعده درباره نون ساکن و تنوین گفتیم، سه تا گفتیم، البته دو تاشو بیشتر تاکید کردیم. یکی که یرملون بود که ذکرش گذاشت. بعد از نون ساکن یا تنوین که در فارسی همین مثال رو داشتیم، اگر حرف ب آمد، حرف ب اون موقع نون ساکن یا تنوین تبدیل میشه به میم و میم تلفظ میشه. مثل فارسیش در فارسی ما داشتیم مثل زنبور که ما زنبور اما زنبور نمیخوریم چون تلفظش سخت میشه، میگیم زنبور. نون رو تبدیل میکنیم به میم و زنبور. اون به هم سر جای خودش باقی هست چون مخرج میم و به هم نزدیکتر از مخرج نون و به هست، به همین خاطر اون رو تبدیل به میم کردیم. در عربی هم همین قاعده است. بعد از نون ساکن یا تنوین حرف ب قرار گرفت، نون یا تنوین تبدیل به میم میشه و نون تلفظ نمیشه دیگه، میم تلفظ میشه. برگردیم اینجا. الان در این
کلمه سمون این در اصل تنوین بوده، 2 تا ضمه بوده. چون بعد از تنوین حرف ب قرار گرفته در آیه بعدی، اینجا تنوین تبدیل شده به میم. این میم کوچیکی که اینجا میبینید این تبدیل همون به اصطلاح تنوینی هست که تبدیل به میم شده. اینجا چطور تلفظ میکنیم؟ میگیم سمم. این میم تلفظ میکنیم، این میم رو باید تلفظ کنیم. سمم بکمون. خب بریم حرف بعدی. بکمون. این تنوین اون هست. یون فهم. یون فهم. خب اینجا فهم، لا بعد از لام فتح الف اومده. لا یر ساکن به همین موقع خونده میشه. جعون. یرجعون. این رو دقت کنید عزیزان که قاعده هایی رو که من الان برای شما عرض کردم تا اینجا 2 تا قاعده‌ای که گفته شد، قاعده یرملون، قاعده اقلاب یا همون قلب به میم که میم نون ساکن یا تنوین تبدیل میشد به میم، یا همون زنبور یادتون باشه، انشالله یادتون میمونه. این آیه رو بخونیم با هم یک بار. این آیه رو یک دفعه با هم دیگه بخونیم. صم بکم عمی فهم لا یرجعون. این هم از این آیه. بریم آیه بعد. او که سای، تشدید یک بار به همراه ما قبل، یک بار حرکت خودش. سای بم. سای اینجا بعد از تنوین میم آمده، یکی از حروف یرملونه. یعنی چیکار باید بکنیم؟ یعنی این تنوین تبدیل میشه به میم ما بعد و میم تشدید گرفته به همین خاطر. یعنی تنوین خونده نمیشه، حرف بعدی رو تشدید میدیم. که سای بیم. اینجا ب مستقیم میچسبه به میم، چون میم تشدید داره نیاز به حرکت ما قبل. کسای بیم مینا. این مینا که خودش هست دیگه سر جاش، میم یک بار فقط میچسبه، این ب فقط میچسبه به میم، همین به مثال دیگه ب میچسبه به میم. کسای بیم مینس. اینجا مینا الف خونده نمیشه در هنگام وصل، این لام حرکت نداره، خونده نمیشه. یکی از اون 4 حرف واو، الف، لام و یا هست، از حروف والی هست که اگر حرکت نداشت خوانده نمیشه. این لام خوانده نمیشه. اینجا سین تشدید داره، نیاز به حرکت ما قبل داره. آخرین حرکت ما قبل چی هست؟ آخرین حرکت ما قبل فتحه است، چون الف و لام حرکت ندارن. نون مستقیم میچسبه به این تشدید. چی میشه؟ مینس سمائی. اینجا فتحه بعدش الف، اونم الف مددار، باید بکشیم صدا رو، و چون میم از حروف 8 حروف مستعلی یا همون استعلا نیست، دهان به سمت بالا باز نمیشه و میم پر خونده نمیشه، دهان به سمت بغل میشه. میشه چی؟ مینس سمائی. نمیگیم سمائی. اگر اینجا وقف کنیم، مثلا خواسته باشیم در این آیه اینجا در آخر کلمه سما بیستیم، دیگه این ساکن میشه. مین السماء، همینجا وای میستیم. فی کسر بعدش یا صدای ای میده. فی ه. اینجا دیگه نمیگیم فی هی، چون بعد از این کسری دیگه یایی نیست، فقط بعد از این یا است. فی ه. خط بعدی ظلماتون، اینو قبلا خوندیم. حالا این بعد از تشدید، بعد از تنوین، بعد از این تنوین یکی از حروف یرملون اومده. واو یکی از حروف یرملونه. لون، لام، واو داریم با یرملون یکی از. الان اینجا هم باید ما چیکار کنیم؟ این تنوین رو تبدیل کنیم به این واو و این واو رو تشدید بدیم. و اینجا چیکار میکنیم؟ به همین خاطر ما میایم و این رو ما تبدیل میکنیم به حرف بعدیش، میشه ظلمات. تو واو تشدید میگیره. تو
و تو و رع دو. اینجا دقیقا همین قاعده اجرا میشه. بعد از همین تنوین دوباره واو اومده، مثل اینجا تنوین واو، اینجا هم تنوین واو. و این چیکار میشه؟ اینجا هم میشه و رع دو و رعدون نمیگیم، میگیم رعدو. به جای نون واو تلفظ میکنیم، چون بعد از نون ساکن یکی از حروف یرملون اومده، تبدیل میشه به حرف ما بعدش که واو. رعدو ظلماتون و رعدو و برقی. اینجا بعد از قاف دوباره بعد از تنوین یکی از حروف یرملون اومده، یا. دقیقا همین قاعده که اینجا اجرا شد و اینجا اجرا شد که بعد از تنوین واو بود، بعد از تنوین واو، بعد از تنوین یا هم یکی از حروف یرملون، اولین حرف یه. اینجا هم باز تنوین رو ما نمیگیم برقن، نون تلفظ نمی کنیم. قرار قاعده ما این بود که بعد از تنوین حرف یرملون اومد میشه حرف ما بعدش. اینجا یا هست تبدیل میشه به یا، اینجا واو بود تبدیل میشد به واو. اینجا میشه چی؟ برقی. قوی نمیگیم قن، به جای نون یا بگذارید، قن به جای قن میگیم قوی. یک بارم خود این یا هست دیگه، میشه دو بار. برقی یجعلون. خب این از اول یه بار دیگه بخونیم. ظلمات و رعد و برق یجعلون عصا فتح بعدش الف، صاد هم یکی از اون 8 حرفه، صاد ضاد تا ظا غین و قاف خاورا پر خونده میشه، دهان به سمت بالا باز میشه، میشه چی؟ عصا نمیشه عصا، نه عصا اصابعهم یجعلون اصابعهم فی. یا روش مد قرار گرفته، یعنی این یا رو باید بکشیم. فی نمیگیم فی فقط، این مد یعنی کشیدن یا. فی فتح بعدش الف میشه آ، پر هم نمیشه، باریک خونده میشه. نمیشه آ، دهان به سمت بغل باز میشه، این همزه از اون 8 حرف نیست. این زا هم پر نمیشه چون از اون 8 حرف نیست، فتح بعدش الف صدای آ میگیره، اما چون ذا از 8 حرف مستعلی نیست، ذا هست تا ذا، اما ذال نیست، ذا هست. خب اذانهم فی اذانهم. اینجا 2 تا میم پشت سر هم قرار گرفته. این میم رو تشدید این میم به خاطر این مال اینه در اصل که این 2 تا میم شما یعنی اینو در نظر نگیرید، مستقیم این رو بخونید دیگه. این ه میچسبه مستقیم به این میم. اذانهم مینا، اذانهم، این ه کسره میچسبه به این میمی که تشدید داره، چون تشدید نیاز به آخرین حرکت ما قبل داره که این میم اینجا حرکتی نداره، این نقشی نداره. در اصل اینجا فقط این تشدیدی که اینجا گذاشته شده به خاطر اینه که اگر اینجا ساکن هم نوشته میشد دیگه نیاز به این تشدید نبود، چون اینجا ساکن نوشته نشده دیگه این رو تشدید گذاشتن که بفهمیم که یعنی دو تا از یک جنس هستن، بعد 2 بار خونده بشن. خلاصه کلام اینه که این 2 تا هر 2 تا باید تلفظ بشه. حالا چه اینجا تشدید بگذاریم روی این چی نگذاریم، چه اینجا ساکن بگذاریم روی این تشدید نگذاریم. خب اینجا چی میشه؟ ه میچسبه به میم. اذانهم من. خب بریم خط بعدی. حالا اینجا ما الف خوانده نمیشه چون قبلش ما اینجا قرار نیست که از اینجا شروع بکنیم، ما قبلش چیزهایی هست که دام اینجا منه رو داریم، منه هست در خط بالا که وصل میشه بین. الف خوانده نمیشه، لام هم حرکت نداره خوانده نمیشه، لام هر وقت حرکت نداشت خوانده نمیشه. صاد تشدید داره، نیاز به آخرین حرکت ما قبل داره. بریم ببینیم آخرین حرکت ما قبل چی است. لام که نداره، الف هم چی نداره. نون فتحه داره، فتحه نون رو میچسبونیم به صاد، فتحه نون میچسبه به صاد، میشه چی؟ منس یک بارم خود صاد، منس و فتحه بعدش الف صدای آ میگیره. اما چون واو از اون 8 حرف صاد، ضاد تا ظا غین و قاف و خا و را نیست، پر خوانده نمیشه.
یعنی اینکه این جا دهان به سمت بغل باز میشه، نمیشه سوا، میشه سوا، صواعقی، صواعقی، من الصواعق، من الصواعق. زیاد نکشین اینو، مد نده، من کمی از پیش من در رفت. من الصواعق زیاد کشیده نشه، مد ندار. من الصواعق حذر، الف خوانده نمیشه در هنگام وصل، لام ساکنه به کمک آخرین حرکت ما قبل که را هست، فتحه را میچسبه به لام. اینجا هم واو ساکنه، باید بچسبه به میم، باید بچسبه به واو. چطور میشه؟ حذر الموت، حذر الموت، در هنگام وصل کردن. این در هنگام وصل کردن اگر خواسته باشیم جمله رو ادامه بدیم حذر الموت میشه، اما اگر نخواسته باشیم جمله رو ادامه بدیم، یعنی همینجا ما توقف بکنیم، اون موقع چطور میشه؟ ساکن میشه، ت ساکن میشه، دیگه نمیشه حذر الموت، میشه حذر الموت، ت ساکن میشه. یک علامت جیم هم اینجا میبینید. این علامت جیم، این علامت جیم یعنی اینکه اینجا وقف کردن جایز است. این از علائم وقف جیم، اینجا جیم در اینجا یعنی وقف کردن جایز است. یک علامت صلا هم قبلا این خط پایین اینجا داریم، قبلا اینو معرفی کردیم که صلا مخفف وصل اولا هست، صاد از کلمه وصل گرفته شده، این لا هم از اولا گرفته شده، یعنی اینجا وصل کردن اولاست در اینجا خط پایین. اما اینجا جیم یعنی جایزه. علامت جیم وقتی که شما دیدید در جای علامت جیم گذاشته شده بود، یعنی اینکه میتونید شما اینجا وقف بکنید، میتونید وقف نکنید. اگر وقف کردید اشکالی نداره، میتونید وقف کنید، میتونید هم وقف نکنید، وصلش کنید. از لحاظ معنایی جمله اینجا کامل هست. و اینجا برگردیم تا حالا، تا همینجا رو بخونیم، تا اینجا این خط رو از یجعلون شروع کنیم، از خط بالا. یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت. این حذر الموت، این ته اینجا ما ساکنش کردیم در هنگام وقف. ادامه بدیم. واو لفظ جلاله الله، الف خونده نمیشه، لام هم خونده نمیشه، این لام وسط به کمک واو خونده میشه، چون قبل از لفظ جلاله الله فتحه آمده، پس لفظ جلاله پر خونده میشه، دهان به سمت بالا باز میشه. میشه چی؟ والله، والله، نمیگیم والله، فرق میکنید دوتا با هم، دقت کنید. والله الان دهان به سمت بالا باز میشه، والله، نمیگیم والله، والله محی، محی، کسر بعدش یا صدای ای میگیره، محی، تون، این تون بوده، تنوین بوده. حالا اینجا چی شده؟ این میم هر جا میم دیدید همون قاعده زنبوره، یعنی بعد از نون ساکن ب آمده. اینجا چون ب آمده بعد از این تنوین، محیطون بوده در اصل، این بعد از نون ساکن یا تنوین ب قرار گرفته. این تنوین نونش تبدیل شده به چی؟ اون ضمه که سر جای خودش است، اون ضمه دوم که نماد نون بود و یادآور نون تبدیل شده به میم. دیگه اون نون تلفظ نمیشه، میم تلفظ میشه. میشه چی؟ محیطم، محیطم. بل، این الف خونده نمیشه چون وصل در هنگام وصل خونده نمیشه، قبل و بعدش به هم وصل شده. بل، بل، این کسره به همراه ب خونده میشه. بل کا، فتحه بعدش الف قرار گرفته که، و چون کاف از اون 8 حرف نیست، دهان اینجا پر خونده نمیشه، کاف باریک خونده میشه، دهان به سمت بغل باز میشه نه به سمت بالا. نمیگیم بالکافرین، بالکافرین اشتباه است. بالکافرین، نون ساکن میشه در هنگام وقف. از همین کلمه لفظ جلاله شروع کنیم. والله محیط بالکافرین. اینو از اول بخونیم. او كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم
یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محیط بالکافرین. خب تا اینجا اینو که انشاءالله حتما عزیزان دقت کردید در این آیات. نکته مهمی که فقط من یادآوری میکنم قاعده ها رو، حرف صاد، ضاد تا ظا، غین و قاف، خا و را، این 8 حرف پر خونده میشه وقتی که روش الف باشه. غیر از این 8 حرف پر خونده نمیشه. لفظ جلاله الله هر وقت قبلش فتحه بود یا ضمه بود پر خونده میشه، یعنی دال به سمت بالا باز میشه و هر وقت کسره بود باریک خونده میشه. هر وقت بعد از تنوین یا نون ساکن ب اومد مثل زنبور، اون موقع تنوین تبدیل به میم میشه و غالبا در مصحف‌های قرآن که شما هست میم رو میبینید. این کار ساده است، یعنی خود به خود میم هست. من این قاعده رو به خاطر این گفتم که ببینید که میم از کجا پیدا شد و نیازی به فکر نیست. خود به خود هر جا میم دیدید میم رو تلفظ کنید، دیگه نون تلفظ نکنید، میم تلفظ کنید. و گفتیم بعد از نون ساکن و تنوین هم هر وقت که یکی از حروف یرملون یا را، میم، لام، واو و نون قرار گرفت، یرملون یادتون باشه نون ساکن و تنوین تبدیل میشه به حرف ما بعد خودش. اگر واو باشه واو میشه، یا باشه یا میشه، لام باشه لام میشه، ر باشه ر میشه و اگر نون هم باشه که خب تشدید خونده میشه خود به خود. بریم آیه بعدی. یا که فتحه بعدش الف. کاف از حروف مستعلی نیست، از حروفی نیست که پر خونده بشه. صدا به سمت بالا نمیره، دهان به سمت بغل باز میشه یکه یا کا نمیشه. یکه دول الف خونده نمیشه، دال میچسبه به لام. یکه دول برقو یکه دول برقو یخطفو اب صاد بعدش الف اومده، فتحه بعدش الف، صدای آ میگیره و چون صاد یکی از اون 8 حرف مستعلیه هست پر خونده میشه. اب صا نمیگیم اب سه، اب صا رهم یکاد البرق یخطف ابصارهم. این ب رو دقت کنید. یک قاعده دیگه هم امروز اضافه کنیم، چون اینا رو قبلا من گفته بودم دیگه. یرملون رو با بالی و با زنبور و اون اقلاب یا همون قلب به میم و یا اینا رو قبلا گفته بودم. گرچه این رو هم قبلا یادم هست ذکر کردم. در حروف 5 تا حرف قطب جد، اینا بنویسید. این کلمات حفظ کنید راحت‌تر تو ذهنتون میمونه. کلمه قطب جد، قاف، تا، با، جیم، دال. این اگر جمله درست بکنیم کلمه میشن قطب جد. این 5 حرف هر وقت ساکن باشن، دقت کنید، هر وقت قاف، تا، با، جیم و دال، این 5 حرف که سر هم میشه قطب جد، این 5 حرف هر وقت که ساکن باشن، یک در هنگام تلفظ اینها یک مقداری مخرجش میلرزه، یعنی ساکن محض نیست. مثلا در همین مثال اینجا اب نمیگیم اب سارهم اب هیچ حرکت نکن، یک مقداری مخرج میلرزه. اب یک کمی قلقله، اینو بهش میگن قلقله، یعنی لرزش. انگار که یک لرزشی مخرج در هنگام تلفظ داره. این رو به همین خاطر اب میخونیم، نمیگیم اب سارهم اب. این رو دقت بکنید. و مثلا فلق، در حرف فلق، خلق، مسد، در سوره فلق قل اعوذ برب الفلق، نمیگیم فلق، همونجا وایستیم فلق. یا مسد، نمیگیم مسد، یک لرزش کوچکی داره. قطب جد، 5 حرف قاف، تا، با، جیم و دال، اینها رو بنویسید. بارها و بارها تکرار میکنیم. من نویسیدم، اینقدر باید گوش کنید تا حفظ بشید. من اینقدر اینا رو تکرار میکنم تا شما عزیزان حفظ بشید. برگردیم. اب صارهم. این علامت هم که قبلا توضیح دادیم، یعنی اینجا وصل کردن اولاست. میتونید وایستید که یعنی چون ساکن هست خودش نیاز به ساکن نداره. وایستادن اینجا به معنی است که میتونید، نیازی نیست که دیگه اگر خواستید ادامه بدید برگردید از عقب بخونید. میتونید ادامه بدید، اینجا صبر کنید، نفس بگیرید، از اینجا بعد دوباره ادامه بدید. اگر هم نه نفس نگرفتید میتونید مستقیم همه رو به هم وصل کنید برید. خب
حرف بعدی کو، کل. این لام میچسبه، کاف میچسبه به لام. کل لا ما، کل ما. میم از حروف 8 حرف نیست، پر خونده نمیشه. کل ما مد داره، اینجا باید بکشیم الف رو، فتح بعدش الف، صدای آ میگیره و کشیده میشه. کل ما اضاء لهم، چون اینو قبلا گفتیم توضیح نمیدم. خب اینجا میم، 2 تا میم هست، یکیش رو بالاخره اینو ما فکر میکنیم این میم اولی نیست، این تشدید رو ما در نظر میگیریم، ضمه رو میچسبونیم به میم. اضاء لهم مشوا، مشوا، شو کسر ساکن ممر مقب خونده میشه. این الف که علامت صفر روش میبینید خوانده نمیشه. الفی که این علامت صفر روش باشه هیچ وقت خوانده نمیشه. فیه و اذا، نگین اذا پر خونده نمیشه، مد هم داره باید کشیده بشه. و اذا اظلم علیهم، اظلم علیهم، این یا به همراه ماقبل خونده میشه، میم هم به همراه ماقبل. خب از این قسمت کلما شروع کنیم عقب‌تر. کلما اضاء لهم مشوا فیه و اذا اظلم علیهم. خب و اذا اظلم علیهم حرف بعدیم قا، فتحه بعدش الف صدای آ. قاف هم یکی از اون 8 حرف هست، اینجا دهان پر میشه، به سمت بالا خوانده میشه. قا، نگیم قا مو، ضمه بعدش واو صدای او میگیره، الف هم خونده نمیشه. این علامت جیم هم یعنی اینجا وقف کردن جایز است، میتونید وقف کنید، میتونید هم وقف نکنید، اگه وقف کردید اشکالی ندارد. بریم خط قبلی اینو تکرار کامل کنیم. و اذا اظلم علیهم قاموا. خب تا اینجا علامت های وقف رو هم تا اینجا یاد گرفتیم. علامت وقف، من یه قاعده کلی درباره وقف قبلا هم به شما عزیزان گفتم که هر وقت که شما علامت وقف رو، هر وقت که خواستید وقف بکنید، اصل قاعده برای عزیزانی که ترجمه بلد هستن اینه که معنا کامل بشه. عزیزانی که ترجمه بلد نیستن، علائم وقف رو سعی کنید دقت بکنید، روی این علائمی که هستن دقت کنید، سعی کنید روی این علائم وایستید. علائمی که هست صلا، قلا یا جیم، روی جیم میشه وایستاد، میتونید هم رد شید. صلا وصل کنید بهتره، وایستادید هم اشکالی نداره. روی قلا هم که وقف اولاست میتونید وایستید، ولی اگر بهتره که وایستید، اگر رفتید هم اشکالی ندارد. ادامه بدیم. و لو شین از اون 8 حرف نیست، وقتی که صدای آ میگیره پر خونده نمیشه. الله، اینجا لفظ جلاله بعدش قبلش فتحه قرار گرفته، چی میشه؟ پر خونده میشه. این مستقیم میچسبه به این لام. ولو شاء الله لذهب بسمعهم و ابصارهم. اینجا علامت جیم هم همون به این معناست که دوست دارید میتونید ادامه بدید، دوست دارید وقف کنید. خب از اینجا بخونیم. ولو شاء الله لذهب بسمعهم، ولو شاء الله لذهب بسمعهم و ابصارهم. این تشدید ممر ما قبل و حرکت خودش. ان الله، الف خونده نمیشه، لام خونده نمیشه، نون میچسبه به لام و چون قبل از لفظ جلاله فتحه قرار گرفته پر خونده میشه. ان الله علی پر خونده نمیشه، یا اونجا علی نه لام نه یا هیچ کدوم از اون حروف مستعلیه نیستن. لام اینجا بیشتر فتحه میگیره چون فتحه روی لام هست، الف بعدش قرار گرفته، لام صدای فتحه میگیره و چون لام از حروف مستعلیه نیست پر خونده نمیشه. علی، ان الله علی کل
لی، یک بار به همراه کاف، یک بار خودش تنها. کل لی، کلی شی این، شی یا ساکنه به همراه فتحه، شی این قدیر، دیر. اینجا خود را ساکن وقتی که خونده وقف کنیم ساکن میشه. چی میشه؟ قدیر. یک بار دیگه این آیه رو از اول بخونیم. یکاد البرق یخطف ابصارهم كلما اضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدیر. این هم از این آیه 20. این صفحه رو بعد حداقل هر جور شده تمامش کنیم. صفحه بعدی رو اگر نرسیدیم این صفحه رو که باید تمام بکنیم، چون تماس‌های شما بینندگان عزیز رو هم داشته باشیم. آیه 21. اینجا این الف کوتاه نشان از آ داره. ببینید اینجا در همین این سه تا حرف اینجا هست. یک یا هست، یک الف هست، یک همزه هست. دقت کنید که اینجا 3 تا حرف هست. یک یا که فتحه داره، یک الف. این یا به همراه الف میشه چی؟ یا تا اینجا. یا چون یا از اون 8 حرف نیست پر خونده نمیشه. یا نمیگیم یا. یک همزه هم اینجا داریم. این همزه هم به تنهایی خونده میشه خودش. این همزه چون بعدش تشدید قرار گرفته نیاز به حرکت ما قبل داره، میچسبه به یا. ای، یک بار ای، یو. اینجا ها اگر تنها بود یعنی بعدش نیازی نداشتیم که ما اینو وصل کنیم، میشد ایوها، ایوها میشد. اما چون اینجا الف بعدش حرکت خونده نمیشه، این لام هم خونده نمیشه، این نون تشدید داره و تشدید نیازمنده به آخرین حرکت ما قبل هست که فتحه هست. این فتحه مستقیم میچسبه به این نون. نه این الف دیگه اینجا تلفظ میشه، نه این الف تلفظ میشه، نه این لام تلفظ میشه. چی میشه؟ میشه ایوهن ناسو. ناسو، نام پرخونده نمیشه، ناسو. ایوهن ناسو، یا ایوهن ناسو، یا ایوهن ناسو. دقت کنید این مد تا اینجا یا ایوهن ناسو. خب بعدش الف خونده نمیشه. این ساکن نیاز به آخرین حرکت ما قبل داره که ضمه هست. اینجا باید سین رو بچسبونیم به این. یا ایها الناس اعبدوا. اینجا واو، این الف خونده نمیشه، ضمه بعدش واو، صدای چی میده؟ او میگیره. ربکم، ربکم، این الف خونده نمیشه، میم میچسبه به لام. ربکم الذی، ذی کسر بعدش یا داره. یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، خلقکم این الف خونده نمیشه. والذین، یا زال کسره داره بعدش یا اومده، صدای ای میگیره. والذین من گفتم نون رو هر جا دیدید، نون یک از اون 4 حرف نیست. اون 4 حرفی که گفتیم والی، واو، الف، لام، یا. واو و الف و لام و یا فقط اگر حرکت نداشتن خونده نمی شدن. نون خونده میشه. من قبل، نون رو اگر حرکت نداشت ساکن فرض کنید. من قبل لکم، کم، من قبل لکم. والذین من قبلکم لعلکم، لعلکم، لکم، لعلکم. لام یک بار به همراه این خونده میشه، یک بار تنها. لعلکم
ت یک بار به همراه ت ما قبل خونده میشه، تشدید داره، یک بار به همراه حرکت ما قبل، یک بار خودش تنها به همراه فتح. تتقون. نون ساکن میشه. خب از اول اینو هر میخونیم. یا ایها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. نون ساکن به حرکت نکنه. بریم آیه بعدی. اینجا الان ما الف وصل رو داریم. الف وصل اینجا در این آیه در ابتدا قرار گرفته و اگر خاطرتون باشه درباره الف وصل ما قبلا گفتیم که الف وصل این الفی که علامت صاد داره. دیدیم که در مثالهای قبلی هر جا در وسط کلام بود، در میان جمله بود که اصلا خونده نمیشه. فقط مسئله وقتی هست که در ابتدا قرار بگیره یا اینکه ما قصد داشته باشیم از همون ابتدای همون هر کلمه شروع کنیم که این الف در ابتدای اون قرار گرفته. و به هر حال بینندگان عزیز خواسته بودن که این رو بیشتر توضیح بدیم الف وصل رو در هنگامی که ابتدای کلام هست. الف وصل در ابتدای کلام نگاه میکنیم که خب باید یک حرکت بهش بدیم دیگه. الان در همین مثال ببینیم. الان در این مثال الان ما میخوایم اول آیه با این الف شروع کنیم، بعدش هم لامه. لام تشدید داره و گفتیم همیشه تشدید نیاز به آخرین به یک حرکت ما قبلش داره. ما میتونیم الان این رو بچسبونیم آیه قبلی رو به این میتونیم بچسبونیم، اینطوری بخونیم لعلکم تتقون الذی، اما بهتر اینه که ما این رو از ابتدای خود این آیه بخونیم نچسبونیم. اما اگه کسی اینو چسبوند میشه مثلا از حرکت فتحه نون استفاده کنه. اما اگر خواسته باشیم از خود اول این آیه استفاده بکنیم چیکار باید بکنیم؟ اینجا همیشه الف وصل رو اول در ابتدا که خواست اومد نگاه میکنیم به حرکت ما بعدش. اگر لام بود مثل اینجا بدون هیچ گونه فکر به این یک حرکت فتحه میدیم. تمام. الذی جعل لکم. خب این وقتی که بعدش لام باشه. اما اومدیم و بعدش لام نبود، بعد از الف لام نبود، پس هر وقت بعدش لام باشه مستقیم فتحه میگیره. فتحه الف فقط مال وقتی هست که بعدش لام باشه. اینو دقت کنید که فتحه چه موقع این الف فقط در یک حالت فتحه میگیره. الف وصل کن روش یک صاد داره، فقط یک وقت در یک حالت فتحه میگیره، اونم وقتی که بعدش لام باشه. متصل بعدش چه لام مشدد تشدید داشته باشه چه لام ساکن باشه کاری به حرکت لام نداشته باشید. لام باشه حرکت داشته باشه نداشته باشه، لام خونده میشه نمیشه اون مهم نیست. بعدش لام بود بهش فتحه میدیم. اگر لام نبود دیگه فتحه نمیگیره، یا کسره میگیره یا ضمه. پس فتحه فقط مال وقتی است که بعدش لام باشه. این تمام میشه. اما اگه بعدش لام نبود چیکار کنیم؟ بعدش لام نبود نگاه میکنیم بعدش لام نباشه، خب یک حرف دیگه ای هست جای لام دیگه، حالا هر چی باشه مهم نیست. بعد از اون حرف چیه؟ حرف بعد از الف اگه لام نبود یک حرف دیگه ای هست، ما کار به اون حرف نداریم. حرکت بعد از اون رو نگاه میکنیم. یک حرف ساکنی بعد از الف هست همیشه. بعد از اون حرف ساکن حرف دوم رو نگاه میکنیم که چه حرکتی داره. اگر حرکت ضمه داشت ما به الف حرکت ضمه میدیم. اگر حرکت کسره داشت ما به الف حرکت کسره میدیم. حرف دوم بعد از الف. حرف اولی که ساکن و خودش نیاز به حرکت داره، حرف دومش رو نگاه میکنیم. حرف دوم حرکت ضمه داشت به الف حرکت ضمه میدیم. اگر حرکت کسره داشت به الف حرکت کسره میدیم. اگر حرکت فتحه داشت دیگه به الف حرکت فتحه نمیدیم. اینجا باز هم بهش کسره میدیم چون حرکت فتحه مخصوص وقتی است که بعدش لام باشه فقط. این خلاصه کلام. بعد از الفی که در ابتدا قرار میگیره الف وصل، اگر لام بود فتحه میگیره تمام. اگر لام نبود یک حرف ساکنی هست کاری نداریم به اون، دومی رو نگاه میکنیم دومی چه حرکتی داره. اگر ضمه داشت به الف ضمه میدیم، اگر کسره داشت به الف کسره میدیم، اگر فتحه داشت هم باز به الف کسره میدیم. یعنی در حالت فتحه و کسره باز هم الف کسره میگیره. خب برگردیم. اینجا بعد از الف لام اومده، اینجا حرکت فتحه میگیره.
الذی جعل لکم. خب اینجا الان الف بعدی، اینجا ببینید این الف اینجا خونده نمیشه. اما اگر میخواستیم همینجا مثلا اگر این رو با الف شروع بکنیم، چون بعدش لام اومده، اینجا میگفت الارض، بهش میگفتیم الارض. اما اینجا چون قبلش جمله قبلی هست دیگه، جمله قبلی رو میچسبونیم به این لام. آخرین حرکت قبل چیه؟ ضمه میم. جعل لکم میم رو میچسبونیم به لام. جعل لکم الارض الذي جعل لكم الارض فراشا. فرا فتح بعدش الف اومده، را هم یکی از اون 8 حرف هست، دهان پر میشه، پر خونده میشه. فرا نمیگیم فیره، فیرشن نه، فراشن. اینجا اگر وقف کنیم میشه فراشا، فراش، فراش. اگر وقف کنیم تنوین ان در هنگام وقف الف خوانده میشه، به همین خاطر این الف گذاشته میشه و نوشته میشه که در هنگام وقف خوانده بشه. اگر وصل کنیم، بعد از تنوین واو اومده، بعد از تنوین یا نون ساکن یکی از حروف یرملون آمده، این تنوین تبدیل میشه، نون تبدیل میشه به واو، میشه چی؟ فراشو. نمیگیم فراشن، میگیم فراشو وس. الف خونده نمیشه، لام خونده نمیشه، سین واو میچسبه به سین. فراشا و السماء بناء. او باز اینجا برش تنوین واو اومده، نمیگیم بناء ان و. نون رو تبدیل میکنیم به واو، هم جنس بعدیش میشه، یکی از حروف یرملون بعدش اومده، میشه چی؟ بناء او و ان، نون ساکنه، انزل. تا اینجا یک بار دیگه بخونیم از اول آیه. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل. خب وأنزل اصلش اگر وقف کنیم بعد میگفتم انزل. من این انزله رو اگر وقف میکنیم بعد انزل میشه، به خاطر اینکه وصل میکنیم انزله تلفظ کردم. من السماء ماء. دقت کنید اینجا اگر وقف کنیم روی این همزه چی میشه؟ باید الف بخونیم، نمیگیم ما. وقف اینجا دیگه ساکن نمیشه، تنوین ان در هنگام وقف میشه آ. ما ان در هنگام وقف میشه ما. آ خونده میشه، این همزه به همراه آ خونده میشه، به همزه باید حرکت آ بدیم. چطوری میکنیم؟ میگیم و انزل من السماء ماء در هنگام وقف، ماء، چون این الف میگیره. اما اگر وصلش کنیم که دیگه چی؟ همون ما ان خونده میشه. خب ما اینجا وصلش میکنیم ما ان فاخرج به هی. این یاست، این حرف یای کوچولو بعد از کسره یا اومده، میشه چی؟ به هی، هی، بیهی، بیهی. اینجا دیگه نمیگیم به، اگه این یا نبود به میشد، اما چون این یا اومده میشه هی. فاخرج به من الف و لام خونده نمیشن، این در هنگام وصل، اینم حرکت نداره. نون میچسبه به سا. من الثمراتی، ثمراتی. را یکی از اون 8 حرف پر خونده میشه، دهان به سمت بالا باز میشه. ثمراتی رزقا. اگر وقف کنیم اینجا، اگر وقف کنیم میشه چی؟ رزقا. و قاف چون یکی از اون حروف 8 تا حرف هست، دهان به سمت بالا باز میشه رزقا. اما چون اینجا باید وصل کنیم، اینجا وقف نمیکنه، وصل باید بشه چون دلیل برای وقف نداره. اینجا چی میشه؟ تنوین بعدش یکی از حروف یرملون اومده، لام تبدیل میشه به حرف ما بعد. تنوین هر تبدیل شده به لام، دیگه نمیگیم رزقن، رزقن لکم، میگیم رزقل، رزقل لکم. نون رو تبدیل به لام میکنیم. بعد از تنوین یکی از حروف یرملون آمده، تنوین تبدیل میشه به حرف ما بعدش که لام هست.
نمیگیم رزقن، میگیم رزقل لکم. رزقل لکم. فلا، لا فتح بعدش الف. فلا تجعلوا، الف خونده نمیشه، اینی که روش صفر داره. لله، اینجا لفظ جلاله الله، لام اول کسره داره، لام دوم فتحه داره. لله، اینجا قبل از این لفظ جلاله کسره قرار گرفته، کسره که وصل میشه به این لفظ لام. اینجا دیگه نمیشه لله، لله نمیگیم. این همون حالتی است که لفظ جلاله پر خونده نمیشه هر وقت که کسره باشه قبلش. لله، لله ان دا، اگر اینجا وقف کنیم میشه اندادا، اگر وقف کنیم. اما اگر ادامه بدیم اندادو، دن نمیگیم، اندادن نمیگیم، اندادن نمیگیم. چرا؟ چون بر تنوین یکی از حروف یرملون اومده، واو اومده بر تنوین، تبدیل میشه تنوین به واو. واو اصلی هم سر جای خودش هست. چی میشه؟ اندادو، نمیگیم اندادن، به جای نون میگیم واو. اندادو و انتم، و انتم تعلمون، تعلمون. خب این آیه یک بار از اول بخونیم. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء. چون من اینجا وقف کردم این رو آخوندم. والسماء بناء وأنزل من السماء ماء. اینجا هم چون وقف کردم آخوندم. وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. این هم از آیه 22. بریم سراغ آیه 23 و آیه 24. این صفحه رو باید تمام کنیم. یک صفحه حداقل بعد از این بعد هر هفته یک صفحه بخونیم که این یک صفحه رو باز شما عزیزان در تماس‌های تلفنیتون تکرار کنید. آیه بعدی رو بریم. نون اینجا ساکنه، و این کن، این نون هم ساکنه، کن تم، و این کنتم فی رای بیم. اینجا چی شده؟ بعد از تنوین یکی از حروف یرملون اومده، میم. تنوین تبدیل شده به میم، نمیگیم رای بن، میگیم رای بم. به جای میم تنوین رای بن، اون نون آخر به جاش میم میگذاریم، رای بم. این که کسره ریبه هست، ریبه این کسره اینه، این کسره دوم نشان از نون بود، اینو تبدیل میکنیم به میم بعدیش مستقیم این به میچسبه به این. ریبه مما نزلنا علی عبدنا فأتو، این حرف خونده نمیشه، فأتو بسورتیم. اینجا هم همون قاعده ادغام یا همون قاعده یرملون. این قاعده یرملون اسمش ادغام هست، یعنی ادغام یعنی دغم، یعنی تبدیل کردن، در هم کردن. اینجا تنوین بعدش یکی از حروف یرملون اومده، تبدیل میشه به حرف بعدی خودش، به جای نون میم تلفظ میشه، میگیم بسورتیم. تیم اینجا هم همین اتفاق میفته، بعد از اینجا تنوینه، اینجا نون ساکن، جفتش یک چیز دیگه. اینجا هم به جای این نون ما میم تلفظ میکنیم، این نون تلفظ نمیشه، این نون تبدیل شده به میم. بعد از نون ساکن یکی از حروف یرملون اومده، نون تبدیل میشه به میم، میگیم میم. این نون رو انگار ما اصلا میم تلفظ میکنیم، مثل زنبور. اونجا قاعده ب بود، اینجا قاعده ادغام، میم تلفظ میشه. اشتراک بین قاعده ادغام و قلب میم حرف میم هست. میم
مثلهی، اینجا کسر بعدش یای کوچیک اومده، هی میشه من مثلهی. فأتو بصورت من مثلهی ود، الف خونده نمیشه در هنگام وصل، واو میچسبه به دال. ود او، این الف هم صفر داره خونده نمیشه. شهداء شهداءکم. دقت کنید که دال پر خونده نشه، یک از اون 8 حرف نیست. ذال هست، زال هم نیست، ذا هست، ببخشید من اشتباه قاطی شد. صاد، ضاد، تا، ذا، غین و قاف و خا و را. دال پر خونده نمیشه. شهداء نمیگیم شهداء، شهداءکم. میم اینجا یکی از این دو تا خونده میشه. کم من دون الله. لفظ جلاله این الف خونده نمیشه، لام خونده نمیشه. این لام نیاز به کسره ما قبل داره که این نون هست، چون قبلش کسره اومده قبل لفظ جلاله پر خونده نمیشه من دون الله، من دون الله، من دون الله. این نون ساکنه. این کنتم صادقین، صادقین. صاد پر خونده میشه چون یک از 8 حرف هست. این آیه رو از اول بخونیم، بعدم آیه بعدی رو بریم. و این کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءکم من دون الله. اینجا من وقف کردم روی لفظ جلاله، چون وقف کردم لفظ جلاله دیگه نگفتم من دون الله، آخرش رو ساکن کردم. هر جا که شما نفستون گرفت وقف کردید بعد اون آخری باید ساکن باشه، مگر اینکه تنوین ان باشه که آ میشه، مثل ما آ و امثال. وادعوا شهداءکم من دون الله ان کنتم صادقین. بریم آیه بعدی. اینجا نون بعدش لامه، یکی از حروف یرملون آمده بعد از نون ساکن، نون تبدیل شده به حرف بعدیش که لام هست، یعنی اینجا به جای نون ما لام تلفظ میکنیم. این لام تشدید دار به خاطر این نونی که تبدیل به لام شده. این نون رو حذف کنید دیگه، کنه اصلا در نظر نمیگیریم اینجا، یا اگه در نظر بگیرید لام تلفظ باید بشه، میشه فعل لم، فعل لم تفعلوا، فعل لم تفعلوا ولن. اینجا نون خونده میشه، اینجا خونده نمیشه چون تبدیل شده بود به حرف ما بعدش دیگه. خود به خود ما این تشدیدی که اومده بود مستقیم تشدید رو خوندیم، اما اینجا خونده میشه چون تبدیل نمیشه، بعدش حروف یرملون نیست، به هم نیست که تبدیل به میم بشه. ولن تفعلوا، این الف خونده نمیشه، این الف اینجا هم خوانده نمیشه. ف میچسبه به ت یک بار با ف خونده میشه، یک بار به تنهایی. فتقو تا اینجا. این الف خونده نمیشه چون صفر داره، این الف هم خونده نمیشه چون در هنگام وصل خونده نمیشه، این لام هم خونده نمیشه چون حرکت نداره، این نون تشدید داره یعنی نیاز داره به آخرین حرکت ما قبل خودش. بریم این آخرین حرکت چیه؟ این حرکت نداره، این آجاقا میچی، اینا که مثل اون دوتا، این واوم این هیچی. 4 تا حرف این وسط هیچ نقشی ندارن. ببینید این واو، این الف و این لام، این سه تا، این 4 تا هیچ کدوم خونده نمیشه، هیچ کدوم حرکت ندارن. اینجا مجبوریم از حرکت قاف کمک بگیریم برای خواندن نون. مستقیم چیکار میکنیم؟ فتقن، قن، قاف مستقیم با حرکت ضمه خودش میچسبه به نون. فتقن را. خب بریم خط بعدی. الف اینجا چون قبلش کلمات دیگه هست خونده نمیشه. لام تشدید داره، نیاز به حرکت ما قبل داره، الف که حرکتی نداره. را در خط ما قبل فتحه داشت، ر فتحش میچسبه به لام. فتقن نار التي، فاتقوا النار التي وقودها
وقودها تا اینجا. اما چون الف خونده نمیشه، این لام هم حرکت نداره خونده نمیشه، نون تشدید داره نیاز به حرکت ما قبل، آخرین حرکت ما قبل داره، این فتحه ها میچسبه مستقیم به نون و این وسط هرچی از خونده نمیشه، یعنی این سه حرف خونده نمیشن. میشه چی؟ وقودها الناس، وقودها الناس، وقودها الناس الف خونده نمیشه، والحجارة والحجارة. اینجا اگر وقف کنیم روی این حرف دقت کنید، اگر اینجا وقف کردیم که یعنی علامت وصل اولاست، گفته وصل کردن بهتره اما یعنی که میشه وقف هم کرد. اگر کسی اینجا وقف کرد روی تای تانیث یا این تی که به صورت گرد نوشته میشه مخصوص عربی هست، در فارسی ما نداریم همچین تایی، این وقت هنگام وقف نه این نقطه‌اش خونده میشه که ت بشه خود به خود میشه ه، این نقطه‌ها رو که برداریم دیگه ت نمیشه میشه ه، و نه این حرکتش خونده میشه، این تبدیل به ساکن میشه، این نقطه هم حذف میشه. والحجارة در هنگام وصل اینطور خونده میشه، در هنگام وقف چطور خونده میشه؟ میشه والحجاره ره، چون این دوتا هم ضمه، همین دوتا نقطه حذف میشه، ساکن جاش میاد میشه حجاره. اما در هنگام وصل که همین حجاراتو خونده میشه. خب او عدت دال یک بار به همراه این خونده میشه، یک بار تنها به همراه فتح خودش. اعدت لیل کافرین، مد نداره، من زیاد کشیدم، نباید زیاد کشیده بشه. کافرین کافرین اعدت لیل کافرین. از اول این آیه رو بخونیم. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ در هنگام وقف. فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. این هم از این صفحه به حمدالله بالاخره تمامش کردیم، گرچه از وقت شما عزیزانم گرفته شد. یک میان برنامه میبینیم، برمیگردیم ان شاءالله تماس‌های شما عزیزان رو خواهیم داشت، تلفن‌های شما عزیزان رو. عزیزانی که تماس میگیرن فقط یا از اول قرآن یا از آخر قرآن، از وسط دیگه نداریم. یا همین صفحه 4 رو عزیزان تلاوت کنن، هیچ صفحه غیر از این تلاوت نمی کنید انشاءالله. یا عزیزانی که نونهالانی که دوست دارن سوره های آخر قرآن رو تلاوت کنن، فقط 10 سوره آخر قرآن، سوره حمد و 10 سوره آخر قرآن و صفحه 4 عثمان تا از آیه 17 تا 24 و غیر از این آیات آیه دیگری رو خواهش میکنم تلاوت نکنید. با یک میان برنامه در خدمت شما هستیم، برمیگردیم تماس‌های شما رو خواهیم داشت. واستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم. لم نسلم حتى أمعاء في سخريتهم. هل تعرفون من هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ وهل تعلمون لماذا يحبه العالم؟ ما الذي جعل جذع الشجر يحن ويبكي على فراقه صلى الله عليه وسلم؟ الذي جعل هذا الجبل الساكن يهتز ضربا حين وقف عليه؟ إنه نبي الرحمة. ستسألون عن ذلك الحب الذي ملك القلوب. ويا من تحاولون الإساءة لنبينا الكريم، تعالوا واقرأوا سنته واسمعوا كلامه. نحبك يا رسول الله ونفديك بأرواحنا. وكيف لا نحبه وهو نبي الإنسان يحزن لحزن طفل مات عصفوره. ستعلمون حقا أنه ما بعث إلا رحمة لكم. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. با عرض سلام مجدد خدمت همه شما عزیزان و بینندگان محترم،
شماره تماس شما زن‌نویس شده، میتونید با این شماره تماس بگیرید. بار دیگر تاکید میکنم موضوع مشارکت شما عزیزان فقط تلاوت سوره مبارکه حمد و 10 سوره آخر برای کودکان، خردسالان و نونهاران خواهد بود و برای بزرگترها و عزیزان بزرگسال سوره مبارکه بقره صفحه 4 مصحف عثمان طه از آیه 17 تا 24 مثلهم کمثل الذی استوقد نارا در برنامه امروز، درس برنامه امروز. و خواهش میکنم که از موارد غیر این بپردازید. سلام علیکم، روخانی قرآن کریم بفرمایید. سلام علیکم. سلام بر شما، خودتون رو معرفی میکنید برادرم؟ محمد هرمزگان. آقا محمد عزیز از هرمزگان. محمد جان بسم الله. سوره بقره آیه 17. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. مثلهم كمثل الذي یک محمد جان کمی با دقت بیشتر، یک بار دیگه، یک آروم آروم زد، عجله نکنید که فتح و کسرا جابجا نشه. بله. مثلهم كمثل الذي مثلهم كمثل الذي استوقد. محمد جان یک لحظه آرومتر با هم بریم. من میگم شما تکرار کن. مثلهم كمثل الذي استوقد. كمثل. بله. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. ثم بكم عمي فهم لا يرجعون. احسنتم، ممنونم. یک دعای اجازه بدید به همین دعا اکتفا بکنیم که بیننده‌های عزیز دیگه هم که رو خط هستن نوبت بهشون برسه. ممنونم محمد جان از تماس. ممنون. متشکرم. موفق باشید. الله یار نگهدارش. سلام علیکم، روخانی قرآن کریم بفرمایید. سلام بر شما، بفرمایید، خودتون رو معرفی کنید. بیننده گرامی سلام علیکم. صدای ما را از تلفن. علیکم السلام. الو. محمد جان خان از تاجیکستان. نعمت الله خان از تاجیکستان. خوش آمدی نعمت الله جان. نعمت الله خان جان هرچی. کدام سوره رو تلاوت میکنید عزیزم؟ محمد جان خان از تاجیکستان. عبدالرحمن. صداتون من واضح ندارم. احمد جان. مرجان خان. والله من مرجان خان. جمعه خان. سوره الهمزه. خیر کدام سوره رو تلاوت میکنی عزیزم؟ مرجان خان. مرجانه، فکر کنم مرجانه بود اصلا کلا. خب کدام سوره رو تلاوت میکنید؟ کدام سوره رو تلاوت میکنید؟ صدای ما رو از تلفن بشنوید. سوره همزه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. احسنتم، ماشاءالله ماشاءالله، بسیار خوب بود، بسیار عالی بود، احسنت، ماشاءالله. ممنون از تماس شما، متشکرم، جزاکم الله خیرا. سلام علیکم، روخانی قرآن کریم بفهمید. سلام بر شما بینندگان، بفهمید. السلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خودتون رو معرفی میکنید؟ سانازم از ایران تماس میگیرم. خواهر ساناز از ایران. از ادامه تلاوت برادرون محمد اگر از آیه 19 هم شروع کنید ممنون میشه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم یکاد البرق یخطف ابصارهم كلما خواهر ساناز یک آیه از قبل او کصیب من السما، از آیه 19 او کصیب من السماء از اینجا شروع کنید. بله چشم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم. خواهرم یک کمی آرامتر، عجله نکنید، یک کمی آرامتر تلاوت بکنید، زیاد عجله نکنید، عجله‌ای در کار نیست. یک کمی آرامتر نفس بگیرید. میدونم گرچه روی آنتن میان خواهران یا برادران یک کمی نفس میگیره، یک کمی با شمرده تر مدها رو هم سعی کنید، مدها رو هم رعایت بکنید. عجله نداریم در تلاوت، آرامتر تلاوت کنید. از اول او کصیب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير صدق الله العظيم. دقت کنید خواهرم که فقط ولو شاء پر نشه، ولو شاء نشه، ولو شاء الله. ممنون از تماس شما. خیلی ممنون. شما انشالله زنده باشین، سلامت باشین، موفق باشید. الله تعالی شما و همه بینندگان عزیز رو حفظ می‌کنه. متشکرم از تماس. سلام علیکم. سلام علیکم. روخانی قرآن کریم بفرمایید. بیننده گرامی سلام بر شما، بفرمایید. لطف کنید صدای ما رو از تلفن بشنوید، صدای تلویزیون رو ببندید. سلام بر شما. بینندگان عزیز، من باز هم خواهش من از شما این هست که همین که صدای ما رو شنیدید منتظر شنیدن صدای خودتون از تلویزیون نباشید، چون حداقل 15 تا 20 ثانیه با تأخیر صدا به شما میرسه و صدای تلویزیونتون رو کم کنید و حداقل از مکانی که تلویزیون هست فاصله بگیرید و با تلفن صحبت کنید همین که تماستون برقرار شد. سلام علیکم. روخانی قرآن کریم بفرمایید. سلام بر شما بینندگان. بلندتر صحبت کنید، خودتون رو معرفی کنید. من مهدی هستم از کردستان، مزاحم میشم. آقا مهدی از کردستان، مراحمید برادرم. اگر شما لطف کنید از امتداد تلاوت خواهرمون ساناز شروع کنید از آیه 21 یا ایها الناس. از آیه 21 یا ایها الناس اعبدوا. بعد از اینجا شروع کنید. بله چشم. چشمتون میبینم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أحسنتم ما شاء الله. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله
وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. صدق الله العظیم. احسنتم ماشاءالله بارک الله فیکم. الله تعالی شما جزای خیر بده. ماشاءالله در هر برنامه از صدای زیبای شما استفاده میکنید. لطف کردید. متشکرم از شما. جزاک الله خیر. خدا نگهدار. سلام علیکم. روحانی قرآن کریم بفهمید. سلام بر شما بیننده گرامی بفرمایید. با تلفن صحبت کنید لطفاً. بیننده گرامی رو خط هستید. سلام بر شما، معرفی کنید خودتون. امان الله تنجرانی. امان الله جان از کجا؟ از سیستان. از سیستان صبور. لطف کنید از ابتدای سوره، از ابتدای صفحه شروع کنید. مثلهم کمثل الذی استوقد نارا. سیستان. صدای ما رو با تلفن بشنوید. امان الله جان لطف کنید صدای تلویزیونتون رو ببندید، از ابتدای صفحه شروع کنید به تلاوت. چشم. بسم الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. لا يرجعون. كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. احسنتم ماشاءالله. البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. احسنتم ماشاءالله ماشاءالله. امان الله جان. الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. احسنتم ماشاءالله. متشکرم از تماس شما. ماشاءالله ماشاءالله. بسیار عالی بود. تشکر میکنم از تماس شما. یک خواهشی از شما عزیزان دارم که سعی کنید به همون دعای اکتفا بکنید که بیننده‌های زیاد روی خط هستن، فرصت ما هم کم هست که حداقل تعداد بیشتری از بینندگانی که دوست دارن مشارکت بکنن روی خط بتونن بیان. به همون دعای اکتفا بکنید عزیزان و دیگه حالا اگه 4 هر نفری بخواد نصف صفحه بخونه فرصت نمیشه برای عزیزان دیگری که پشت خط هستن. سلام علیکم. روحانی قرآن کریم بفرمایید. سلام، خواستم تو برنامه شرکت کنم. سلام بر شما. خودتون معرفی میکنید؟ لیلا هستم ایران. لیلا خانم از ایران. از آیه 21 شروع کنید به تلاوت. یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم.
بله. قرآن. روی صفحه تلویزیونتون هم اگر نگاه بکنید مصحف هست، روی صفحه نگاه بکنید و روی صفحه تلاوت کنید. هنوز نیومده. تا شما اعوذ بالله رو بگید میاد. از نیستم. بسم الله خواهرم شروع کنید لیلا خانم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أحسنتم ما شاء الله. وإن كنتم في ريب مما نزلنا عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة صدق الله العظيم. ماشاءالله. فقط خواهرم دقت کنید روی مدها که سعی کنید مدهاتون حداقل 3 تا داشته باشه، مدهای متصل رو مقدار بیشتر بکشید. ممنونم از تماسشون. بله موفق باشید. الله یار و نگهدارش. سلام علیکم. روخانی قرآن کریم بفرمایید. سلام بر شما بیننده گرامی، خودتون رو معرفی کنید بفرمایید. مراد الله هستم از تاجیکستان باشم. مراد الله جان از تاجیکستان، خوش آمدید برادرم. کدام قسمت تلاوت میکنید؟ بقره یا از آخر؟ سوره بقره را. بسم الله. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثلهم كمثل الذين استوقد نارا یک بار دیگر فلما مراد الله جان یک بار دیگر مثلهم كمثل الذين استوقد نارا. مراد الله جان مراد الله الذين نیست، الذي هست. مثلهم كمثل الذي استوقد. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. بله ماشاءالله ادامه بدید. فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صدق الله العظيم. احسنتم ماشاءالله. ماشاءالله مراد جان، بسیار عالی بود. ممنون از تماس شما. تشکر زیاد. تشکر از شما. موفق باشید. الله تعالی شما رو حفظ بکنه. سلام علیکم. روخانی قرآن کریم بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خودتون رو معرفی میکنید؟ من برکت میباشم از تاجیکستان میباشم. آقا برکت الله. خواهر برکه ببخشید. کدوم قسمت رو تلاوت میکنید خواهرم؟ از آیه 18 هم اگر بله اگر امکان باشه خطا کم میشه، خطای موقتی. مشکل نیست. حالا شما تلاوت بکنید، اگر جای اشتباهی بود اصلاح میکنیم با هم. بسم الله.
اصلا هدف از این برنامه همین است که این چیزا اصلاح بشه. هدف از برنامه روحانی قرآن ما این است که بینندگان تماس بگیرن، اگر جایی خطایی در اشتباه هست تلاوتی با هم اصلاحش کنن. بسم الله. صم بکم از آیه 18 شروع کنید. میخوام بفرمایید. میخوام سوره القارئ اقرا را بخونم. سوره اقرا. بسم الله. سوره اقرا تلاوت کنید. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. سعی کنید خواهرم سعی کنید روی قاف خلق علق کمی قاف قلقله میشه. خب خلق الإنسان من علق. بله. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أرآه استغنى. یک بار دیگه این آیت تکرار کنید. أرآه استغنى. بله. أرآه استغنى إن إلى ربك رجعا. إن إلى ربك الرجع. ربك الرجع. ربك رجعا. کاف میچسبه به را. إن إلى ربك الرجع. ربك الرجع. إن إلى ربك رجعا. نه خواهرم کاف ربکر کاف میچسبه به را به همراه کاف تلفظ میشه. ربکر رجع. ربکر رجع. ربك الرجعى. أحسنت. بعدين أرأيت الذي ينحى عبده ينهى هی جیمی نیست. هی دو چشم است. ینها ینحا نشه. ینها بله. أبدا إذا صلى عبدا اذا صلى. متشکر از تماس شما. ممنونم. ماشاءالله. جزاکم الله خیر. متشکر از تماس شما. الله تعالی شما را حفظ کنه. ممنونم. السلام علیکم. روحانی قرآن کریم. بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خودتون معرفی میکنید خواهرم؟ فرهنوش هستم از تاجیکستان. خواهر فرهنوش از تاجیکستان. از آیه 18 اگر خواهرم تکرار بکنید. آیه 17 رو مراد الله جان خوند. آیه 18 سوره بقره صم بکم عمیان. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. صم بكم فهم لا يسمعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من السواء نظر الموت والله محيط بالكافرين
يكاد البرق أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. أحسنتم. ما شاء الله ما شاء الله. بسیار عالی بود. متشکرم از تماس شما. یک سوال داشتم. بفرمایید. برای حفظ قرآن اگر از قرآن کوچکتر به خاطر اینکه با هم هر جا رفته باشیم با خود داشته باشیم گیرن مشکل نیست که چشم انشالله توضیح خواهم داد. چشم انشالله توضیح میدم انشالله. خداوند استفاده. خدای تعالی شما نگهدار. متشکرم از تماس شما. سلام علیکم. روخانی قرآن کریم بفرمایید. بیننده گرامی سلام بر شماست. خودتون معرفی کنید. استعدادتون واضح نیست. اگر لطف کنید دوباره خودتون معرفی کنید. روح الله. شکرالله هستم از ایران تماس میگیرم. شکرالله جان از ایران تماس میگیرن. آقا شکرالله اگر ادامه بدید تلاوت خواهرمون فرهنوش رو آیه 21 یا ایها الناس اعبدوا ربکم. اگر مصحف ندارید تصویر روی تلویزیون هست. تصویر روی تلویزیون هست از آیه 21 یا ایها الناس اعبدوا اعوذ بالله بگید شروع کنید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذي من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء والسماء أنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أحسنتم ما شاء الله ما شاء الله. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين إن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار جارة وعدة للكافرين. متشکرم از تماس شما. الحمدلله ماشاءالله. شکر جان دقت کنید که خدا نگهدار شما. فقط دقت کنید برادرم در مسئله فرا کلمه را پر خونده میشه. فراشن فیرشن نشه فراشن و ما در هنگام وقف الف میگیره ما نمیشه ما ان ما. متشکرم از تماس شما. آخرین تماس امروز رو هم بگیریم و بعد پاسخ خواهرمون رو هم داشته باشیم. سلام علیکم. روخانی قرآن کریم بفرمایید. بیننده گرامی سلام بر شما بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام. ابوبکر. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ابوبکر از تاجیکستان. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. ابوبکر جان بسم الله. شروع کنم اونجا. بسم الله سوره فاتحه بخون. من سوره فاتحه را میخوانم. بخوانید بسم الله. من سوره فاتحه را میخوانم. بسم الله بسم الله سوره فاتحه را شروع کنید. بسم الله الرحمن الرحیم. سوره فاتحه را میخوانم. بخوانید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ما من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك الرحمن الرحيم الله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظیم. ماشاءالله 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 بسیار عالی بود ابوبکر جان. ماشاءالله متشکرم از تماس شما، بسیار عالی بود. تشکر از تماس شما. ماشاءالله این هم حسن ختام برنامه امروز ما. تلاوت برادر عزیزمون ابوبکر جان که ماشاءالله چند باری هم هی تکرارش کرد، هم را الله تعالی شما رو حفظ بکنه. در پاسخ به سوال خواهرمون فرهنوش باید خدمتتون عرض کنم خواهرم که حفظ قرآن کریم از مصحف‌های کوچک خود شروع حفظ مناسب نیست. یعنی اینکه شما فقط مصحف کوچک، ولو اینکه اون مصحف دقیقاً نسخه کوچک شده ای از همون مصحف اصلی خود شما هم که باشه، مناسب نیست که شما از روی اون حفظ بکنید آیات رو برای بار اول. حتی امکان سعی بکنید تا میتونید مصحف خودتون همراه داشته باشید در جایی که حفظ میکنید، اما برای مراجعه خوبه. یعنی میشه ازش استفاده کرد. جاهایی شما تلاوت میکنید و یا فراموش کردید یا نمیدونید که چی هست، میخواید مطمئن بشید که تعبیر همین بود یا نیست، یا کلمه جابجا شده، فراموش میکنید، یادتون نمیاد، میتونید به اون مصحف مراجعه بکنید، از اون استفاده بکنید. اما خود حفظ از روی اون مصحف‌های جیبی مناسب نیست، چون اون تصویر بسیار کوچک است و همون تصویر در ذهن شما میمونه. حالا اگر امتحان کرده باشید، حتما عزیزانی که امتحان کردن و تجربه داشتن تایید میکنن صحبت و عرایض بنده، چون مشکل میشه برای شما اون تصویر بعداً با اون تصویر در ذهن شما به همون اندازه کوچک شده میمونه. سعی بکنید حتی امکان از مصحف خودتون استفاده بکنید و از مصاحف کوچک استفاده نکنید، مگر بر جاهایی که مجبور بشید از اون مصاحف برای مراجعه فقط یک جایی رو استفاده بکنید.